یاسمان یک هفته باز نه مشغول بازی است و نه بازیچه دارد. حولی اویله مقصودوف صبح 16 سپتامبر سوخت و همه خانه و چیز و چاره این خانواده خاکستر گشت. رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده به این و دیگر اویله ها کمک های را می رساند که از دوشنبه به اینجا رسانده شدند. این عربات هم سوزانیان تمام 5 ساعت بازی خدا ما پهلو تمام جناب عالی سپارش شدن ما پهلوی کننده. در دو محله سامانیان بیشتر از 20 حولی پره نابود شده یا قسما آسیب دیدند. هرچند مسئولان هنوز حجم و درجه عمومی ضرر را معین نکردند و در این باره رسما معلومات نمیدهند، به ضرر دیدگان کمک تقسیم میکنند. در این حولی 3 عائله زندگی میکنند. 32 ساله اونجا که همین جام کرده بدم انا همینجا به صاف کردیم هم باید سوخته من ادو شد یگان چیز مودگیش نیست 3 عائله زندگی میکنه. من با 2 فرزندم قطعی با عائله 2 خرد بیری و کلیندو هم همش همینجا بود. این خونه هایی که ما ساخته بدیم خونه های قدیمه بود. خدا خواهد من اینا همش وعده کرد زمانه کرد خدا خواهد میتیان ما هم خدا خواهد در حق و دعا بکنیم ما من ندو ما یگان خیر افتاده نیست. روز 22 سپتامبر کاروان کمک ها از نام امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به جماعت چارکوی اسفره رسید. در خبرنامه رسمی گفته می شود که کمک ها از 500 تانه سمنت، 220 متر مکعب تخته، 5000 دانه شیفر، فنر و گیپسکردان 1500 متر مربع، 5 تانه میخ‌های گوناگون، 500 متر مربع شیشه، 10 تانه انگشت، آرد، روغن، برنج و شکر عبارتند. مقامات از نام پرزیدنت رسیدن این یاری‌ها را تاکید می‌کنند. آن هم در حالی که پیام ندادن و شخصا تعزیه بیان نکردن رهبر تاجیکستان سوال برانگیز شده است. مقامات هر دو طرف نگرانند که آیا تا رسیدن سردی‌های زمستان خواهند توانست مردم آسیب دیده را با منزل و مواد نیاز اول تأمین نمایند. رئیس ولایت سوخت در این بابت ساکنان را دلپور میکند که یاری دولت دوامدار خواهد بود. سمنت، شیفر، آرماتور، تخته، حتی میخ، خیش، کم چی لازم باشد امروز دسترس شده است. تمام امروز مردم آسایشته که از همین آسیب دیدن خانه‌شان را ویران کردن سوزاندن ما زودتر حرکت داریم با دستور سپارش‌های جناب عالی به زندگی آسایشته برگردانیم، خانه‌شان را برقرار کنیم و شرایطشان را بهتر کنیم. با همه میتونیم که همین زمستان تا ماهی همین وای زمستان رو پورا براریتون فهمیدید همش آمدگی حضور روی خط میکنیم. در پی درگیری‌های مرزی 14-17 سپتامبر در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان ده‌ها خانه ولنگار و صدها نفر بی‌خانمان گشتند. ساکنان حالا در خانه خویش و تبار یا اجاره زندگی میکنند. فرزا محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفره.